در جلسه استودی کوری اوید با صدورات مسئولیت کشاورزی از قلمرو ولایت معاون اولی رئیس ولایت روبرونی تشکیلات مؤسسه‌های داخلدار معاونان رئیسان شهر و نویو و دیگر مسئولین سوای کشاورزی اشتراک نمودند. در جلسه کوری قید گردید که سرور مملکت محترم امام علی رحمان 17 مای در ناحیه دنگره در سمینار مشورت جمهوری کشاورزان تاکید بر آن داشتند که صادرات محصولات کشاورزی از شهر و نویهای ولایت بیشتر برآمد مانده شود، زیرا در این سمت امکانات‌ها در شهر و نویه‌ها بر اعلی مشاهده می‌گردد. ذکر گردید که با مقصد سری وقت و به طلب جمع‌آوری نمودن محصولات کشاورزی خودرواداران شهر و نویهای ولایت از تمام شرایط و امکانات‌ها استفاده برده به جمع‌آوری اصلی سبزیجات، میوه‌جات و دیگر نوع محصولات کشاورزی صورت بخشیده، نه تنها بازارهای داخلی کشور را با محصولات تر و تازه وطنی از جهت اکولوژی تازه تامین کرده ایستادند، بلکه صادرات بیشتری آن را به خارج کشور برآمد می‌مانند. موافق دورنما باید سال روان کشاورزان ولایت خرطوم 80,000 تن محصولات کشاورزی به خارج کشور صادرات نمایند. طبق اطلاع اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت خرطوم با صاحبکاران داخل و خارج کشور کشاورزان شرطنامه‌های همکاری بسته برای صادرات نمودن میوه‌جات و پیاز بروقتی توسط نقلیات بارکشانی و رایحان به خارج کشور تا به امروز 12366 تن محصولات کشاورزی صادرات نمودند. با مقصد بلند برداشتن اقتدار صادراتی ولایت با واسطه وزارتگاه گمرکی محصولات جمع‌آورده خودرواداران صادرات کرده شده ایستاده است. تا به امروز 9601 تن پیاز بروقتی، 2762 تن دیگر محصولات به صادرات روانه کرده شده است که نسبت همین دوره سال گذشته 1000 تن زیاد میباشد. اطلاع داده شد که قسم زیادی محصولات کشاورزی به فدراسیای روسیه، جمهوری اسلامی پاکستان و افغانستان، جمهوری‌های ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و به دیگر مملکت‌های خارج کشور صادرات کرده شده ایستاده است. مورد ذکر است که کشاورزان ولایت خرطوم برای غنی‌گرداندن بازار استعمالی مملکت و سهم ارزنده خود را گذاشتن در تامین امنیت عضوقواری، حرکت زمین و ثمرانک و عاقلانه استفاده برده. موافق معلومات آماری در میدان 21255 هکتار کشتی سبزیجات را برآمدند که زیاده از 10700 هکتار آن پیاز بروقتی تشکیل می‌دهد. عین حال در همه شهر و ناحیه‌های ولایت جمع‌آوری پیاز ادامه داشته تا به امروز به مقدار 213191 تن پیاز بروقتی جمع‌آوری نموده وارد بازارهای مملکت و به صادرات نگرانیده شده ایستاده است. یادرس باید گردید که همه ساله کشاورزان ولایت خرطوم اولین شده بازارهای مملکت را با سبزیجات بروقتی، میوه‌جات و پالایشی تامین نموده صادرات بیشتری آن را به خارج کشور برآمد می‌مانند. در استودی کوری صادرات محصولات کشاورزی مسئولین شهر و ناحیه‌ها و رهبران تشکیلات و مؤسسه‌های داخلدار موظف گردیدند که برای سر وقت و به طلب به صادرات روانه نمودن حاصل جمع‌آورده کشاورزان ولایت در همکاری با صاحبکاران از همه شرایط امکانات‌ها استفاده برده توسط نقلیات بارکشانی و راه آهن کار را برآمدند. خلمرود نیازی، غیرشوی مردان، نمازعلی ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار.